سلامم به نمایندگی از ملت شریف هرات باستان و به نمایندگی از ملت مسلمان افغانستان اینه که الحمدلله حامی امارت اسلامی بودیم و هستیم. الحمدلله حامی امارت اسلامی بودیم و هستیم. امروز با امارت اسلامی بیعت کردیم. امروز با امارت اسلامی بیعت کردیم. الحمدلله الان حکومت اسلامی داریم. الحمدلله الان حکومت اسلامی داریم. امیر المؤمنین خیلی مسئله مهمی هست، خیلی مسئله مهمیه، مسئله ساده نیست که هر کس بیای لقب امیر المؤمنین. امروز وقت این افتخار نصیب امارت اسلامی شده، نصیب حکومت اسلامی شده که امیر المؤمنین هست. دوستان محترم، دعوتگرایی که همین گروهایی که کفری هستن برای مردم اسلام معرفی میکنه، اسلامی معرفی میکنه، اون موضوع چیست؟ دعوتگرا مسئولیت بزرگ دارن. این گروه های کفری و ارتدادی را که اینا به نام اسلام معرفی میکنن، اینا در حقیقت اختلاف با الله و رسول و صحابه میکنن و یک کفر بزرگ است، یک کفر نابخشیدنی است. چرا که الله متعال میگه که علمایی که حق میپوشن و علمایی که کفر ایمان میگن، دشمن دوست میگن، غلام و آزاد میگن، مزدور و برده یهود و نصارا را مجاهد میگن، خود فروختا و ناموس فروشا و خون فروشا و وطن فروشا را اینا را دیندار و حکومت اسلامی و نظام اسلامی میگن. اینا مثل همو خرای کتاب بار کرده هستن و مثل همو حیوانات هستن که قو میزنن که الله متعال در سوره جمعه آیت 5 و در دیگر آیات قرآن کریم میگه که بعضی از علما مثل خرای کتاب بار کرده است. اما علمایی که حق میگن، موحد هستن، یکتاپرست هستن، از جان خود نمیترسن، به واسطه کلام الله آماده هر شهادت و قربانی و سختی هستن. کافر میگن، مشرک، مرتد، منافق، فاسق، مؤمن. او علما را الله دوست داره. بی عزتی به اونها فسق است، اونها رو به واسطه دین تمسخر کردن کفر است و اونها از همه مسلمان ها بیتر میدانن. و پس این علمای باطل هست و این علمای مثل علمای بنی اسرائیل بریس و اینا ائمه المضلین هست که در حدیث اومد رسول الله صلی الله علیه و میگه بعضی از دعوتگرا اکثر ائمه گمراه هستند که مردم به کفر و شرک و ارتداد بیعت میدن. ما شنیدیم یگان وقت من برام میگفتن ها امارت اسلامی اومد، حکومت اسلامی اومد، اسلامی سیاف ربانی و اونام که اومد اونا رو حکومت اسلامی میگفتن. وقتی که جلسه بون رفتن صلح کردن، باز اینا کفر خود دیگه بی صدا شرم میکردن که هم گپای سابقه خود گم میکردن، از نیت و میموری کارتا جمع میکردن. این حکومت هم که ما ناخونده و نامطالعه کرده و ناتحقیق کرده با یک بیرق سفید و بعضی از منبرا گفتن حکومت اسلامی اومد، امارت اسلامی اومد، تکبیر الله اکبر. باز یک چند روز بعد شنیدن که والله حکومت اسلامی که خود از اینا میگفتن این نظام دموکراسی ظاهرخوان، دموکراسی طاغوتی ظاهرخوان تطبیق میکنن و این با مسکو و با قطر و با دنیا ای پروتکل و نشست و ارتباطات داره. غیر از کفرای سابقه دیگه کفر جدید میخوای بره خود تجدید کنه. یگان تاش که هوشیار بود خود چوب شده، حالا چوب خود میگیره. یگان تا که در بیعقل است یا کدام از اون منبع یک چیزی میخوره، یک لقمه و زهرمار، بازم کفر خود تجدید کرده میره و این خطرناکترین کفر است، زیرا که هر قدر مردم به این کفر اتباع کنه و تابعداری کنه و به این عمل کنه و گناه و عذاب اینها کل یک به نام اعمال این دعوتگرای باطل هم چی میشه؟ اضافه میشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم در بخاری و مسلم باب الفتن میفرمایه بعضی از علما اینطور دعوت میکنه باز روز قیامت برش گفته میشه که پیروان و متبعین و مخلصین خود بگیری یک به جهنم مدد و خودت هم از آخر برو به جهنم. الله متعال همه علما رو